سلام، من اکبر مرغم و اینجا گلمراده. همونطور که میدونید ما یه رویداد جدید داریم به اسم تخم طلا که میتونید توش برنده جوایز نقدی، تلویزیون، موبایل و شمش طلا بشید. توی این رویداد شما باید تخم طلا به دست بیارید تا با اونها بلیت قرعه کشی جایزه مد نظرتون رو بخرید. اینجوری شما میتونید یکی از برنده‌های خوششانس ما باشید. حالا میپرسید چجوری میشه تخم طلا به دست آورد؟ زدن روی مرغ، ارتقاء کارت ها، پیدا کردن کارت های ویژه هر روز، دعوت از دوستان، دیدن ویدیوها، جایزه روزانه، خرید در اون برنامه‌ای، پیدا کردن جواب معماها و عضویت در کانال ها. حالا بریم هر کدوم بیشتر توضیح بدم. وقتی وارد رویداد میشید سمت چپتون یه مرغ میبینید. اگه روش بزنید بهتون تخم طلا میده، اما اگه زیادی فشارش بدید خسته میشه و دیگه تخم نمیذاره و باید بهش دون بدید. دونه گندم با بازی کردن مراحل به دست میاد. بازی کردن مراحل یه فایده دیگه هم داره. هرچی برد متوالی بیشتری داشته باشید مرغتون چاق‌تر میشه و بهتون تخم طلای بیشتری میده. ارتقای کارت ها. اگه از فشار دادن مرغتون خسته شدید میتونید مرغای خفن رو استخدام کنید تا وقتی توی بازی نیستید براتون تخم طلا بذارن. برای این کار توجهتون رو به قسمت سمت راست تصویر جلب میکنم. هر کدوم از این کارت ها تعداد مشخصی تخم طلا در ساعت تولید میکنند. شما میتونید با بالا بردن سطح کارت ها میزان تولید تخم در ساعتتون رو بالا ببرید. یک سری از کارت های بازی قفل دارن و برای اینکه قفلشون رو باز کنید به پیش نیاز احتیاج دارن. یا باید دوستای جدیدی به بازی اضافه کنید یا باید کارت دیگه‌ای رو به سطح مشخص شده برسونید. مثلا کارت جوجه کشی نیاز به مرغ سحر سطح 3 داره، یعنی باید مرغ سحر رو تا سطح 3 ارتقا بدید تا جوجه کشی باز شه. راستی تا یادم نرفته بهتر هر 2 ساعت یه بار به بازی سر بزنید، چون کارت ها به اندازه 2 ساعت برای تخم طلا ذخیره میکنن. کارت های ویژه. هر روز 3 تا کارت به صورت تصادفی از بین کارت ها به عنوان کارت ویژه انتخاب میشه. سطح کارت ها رو بالا ببر تا کارت های ویژه رو پیدا کنی. اگه هر 3 تا کارت ویژه رو پیدا کنی جایزه نهاییش رو میگیری. قسمت بعدی دعوت از دوستان. هر شخص یک کد مخصوص داره که میتونه با اون دوستاش رو به بازی دعوت کنه. شما میتونید از این قسمت توی رویداد یا از این قسمت توی بازی کد دعوتتون رو به دوستاتون بدید تا با وارد کردنش جایزه بگیرید. حالا اگه دوستتون خفن باشه و توی بازی خرید کنه جایزه خیلی بیشتری هم میگیرید. قسمت پنجم دیدن ویدیوها. کمپانی برادران جوج هر هفته براتون محتوا تولید میکنه که با دیدنشون میتونید تخم طلا به دست بیارید. جایزه روزانه. اگه هر روز به رویداد و مرغات سر بزنید تخم طلا جایزه میگیری. اگه یه روز مرغات رو تنها بذاری جایزت به خونه اول برمیگرده. قسمت بعدی خرید درون برنامه‌ای. قسمت بعد پیدا کردن جواب معماها. این قسمت رو بهتون نمیگم، خودتون برید جواب معماها رو پیدا کنید. باشه خب باشه، حالا میگم باشه. توی قسمت های مختلف بازی یه سری معما طراحی شده که اگه جوابشو توی این قسمت وارد کنید میتونید تخم طلا جایزه بگیرید. حالا برید با دوستاتون بگردید تا ببینید کجاها معما هست و جوابشون چیه. و در آخر عضویت در کانال ها. شما با عضویت در کانال های مختلف گلمراد میتونید توی رویداد تخم طلا جمع کنید. نفرات برتر تخم در ساعت. در قسمت نفرات برتر تخم در ساعت افراد به ترتیب تخم طلایی که در هر صورت تولید میکنن رتبه بندی شدن و جوایزی که میتونن دریافت کنن مقابلشون نوشته شده. حواستون باشه که جایزه نفر اول قطعیه. بلیت قرعه کشی. در این قسمت میتونید تخمای طلا رو به بلیط‌های قرعه کشی تبدیل کنید. برای این خرید این بلیط‌ها محدودیت تعدادی وجود نداره، یعنی از هر جایزه هر چقدر بخواید میتونید بلیط بخرید و اینجوری شانستون رو برای برنده شدن افزایش بدید. و در آخر بعد از قرعه کشی و مداقه نهایی نتیجه قایی خدمت شما ارائه میشه.
لفظ قلم حال کردی اصغر؟ ای بابا باشه. خب توضیح میدم. قرعه کشی به صورت لایو 13 آبان توی اینستاگرام برگزار میشه. ویدیوهای قرعه کشی رو هم بعدش میتونید تو اون کانالایی که عضو شدید ببینید.